امروز جوان مذهبی درگیر گناهه، یعنی در 5 ثانیه یا کمتر یا بیشتر یه فیلتر شکن نصب میکنه، آروم آروم وارد دنیای گناه میشه، وارد شبکه‌های مستهجن میشه، آروم آروم به یه پوچی میرسه. انسانی که زیاد درگیر این مسائل جنسی شد، یک ذهن فانتزی وقتی براش شکل گرفت، آروم آروم به یه خستگی میرسه، به یه پوچی میرسه. فکر کنید این سیستم شیطان رو، من نمیخوام زیاد محور این مسائل بگم، ولی تو رو خدا نزدیک به این ادبیات نشید. تا گوشی رو باز میکنید ذائقتون عوض میشه، تا گوشی رو باز میکنید سلیقتون عوض میشه. من تا دیروز آقا چادر دوست داشتم، امروز دوست ندارم. تا دیروز یه لباس ساده میپوشیدم، در چشم من خیلی قشنگ بود، امروز فلان لباس رو دوست دارم. لباس هایی که همش علائم شیطانی باشه، لباس هایی که نگاهش میکنی تو رو از خدا دور میکنه، از یاد خدا تو رو دور میکنه.